خدمت همیهنان گرامی 10 خبر هست که میخواستم خدمتون سریعا عرض کنم. یکی اینکه بیبی نتانیاهو دوشنبه آینده چند روز دیگه داره برای سومین بار به آمریکا میاد با دست پر و یه سری مدارک و اطلاعات زیادی رو داره میاره که ترامپ رو متقاعد بکنه که تنها راه صلح، امنیت و آرامش برای کل خاورمیانه و اسرائیل تغییر کامل رژیم در ایرانه و از این اطلاعاتی که داره میاره راجع به مراکز کوچکتر غنیسازی که اصلا اعلام نشده بوده که حالا دارن فعالش میکنن آخوندا، استفاده از اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنیسازی شده است که اونم قایمش کردن و دارن احتمالاً اون رو به 90% میرسونن و ادامه برنامه‌های غنیسازی و موشکی به صورت علنی و مخفیانه است. تمام شواهد داره میبره که نشون بده و ترامپ رو متقاعد بکنه که باید این رژیم سرنگون بشه و دوباره 3 بار تا الان ترامپ جلوی سرنگونی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو گرفته. نکته دومی که امروز مجلس اسلامی، طویله اسلامی با 222 رأی موافق و هیچ 0 رأی مخالف همکاری با آژانس انرژی اتمی رو تعلیق کرد تا اطلاع ثانویه که یک سری شرایط برای خودشون گذاشتن. تصاویر ماهواره‌ای، نکته بعدی اینه که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که نیروی دریایی سپاه داره تنگه هرمز رو مینگذاری میکنه، آغاز کردن به اون قضیه. نکته چهارم صادر کردن 2 تا فتوا از طرف مکارم شیرازی و همدانی، 2 تا آخوند که گفتن ترامپ و نتانیاهو ملحد هستن و باید کشته بشن. آخوندهای دیگه هم اومدن که گفتن چون ترامپ که ادای رهبر رو در آورده باید به صلیب کشیده باشه و دست پاش قطع بشه. از این حرفا. نکته پنجم خامنه‌ای پیامی که داد، سومین پیامش در اختفا که گفت ما بردیم و چه میدونم به گوش آمریکا سیلی زدیم و اسرائیل رو له کردیم و از این صحبت ها خیلی لج ترامپ رو در آورده، چون اونم یه آدم نارسیست خودشیفته. انتظار داشت که مثلا بیاد خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بیان بگن که بله شما چقدر خوب بودین و چقدر قوی بودین و بردین و ماشاءالله و مرسی که رژیم منو ساقط نکردی. تو مغز ترامپ اینجور انتظار اینجور حرفا رو داشت. نکته هفتمش اینه که مدودوف، این نکته ششم، مدودوف اومد گفت که اصلا چندین کشور هستن همینا که حاضرن کلاهک هسته‌ای بدن به جمهوری اسلامی، اصلا نیاز نیست اونا به خودشون زحمت بدن بسازن. احتمالاً روسیه، کره شمالی. و نکته بعدی سفر آخر وزیر دفاع جمهوری اسلامی به چین همین 2 روز پیش که هم سفارش سامانه‌های پیشرفته پدافند موشکی داده، چون روسا فقط به آخونده S-300 داده بودن، S-400 رو به ترکیه داده بودن ولی به آخونده نداده بودن. احتمالاً به درخواست اسرائیل بوده، از به درخواست بیبی از پوتین. و همین 2 دونه سوخوی 35 هم که به ملا داده بودن اون رو هم اجازه نداده بودن که در این جنگ 12 روزه بلند بشن و استفاده بکنن. اینی که حالا رفتن سراغ چینی‌ها که جنگنده‌های پیشرفته از چینی بخرن. وزیر دفاع جمهوری اسلامی اونجا بود. نکته دیگه که الان زمزمه این رو آخوندا چیز کردن که اصلا کلا از NPT خارج بشن، پیمان منع سلاح‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای، که در صورت دیگه هر کاری بخوام میکنن بدون دسترسی بازرسان بین‌المللی و آژانس بین‌المللی و سازمان ملل و این حرفا. و نکته آخرش هم اینه که هم چین و هم روسیه خیلی مشخص اعلام کردن که جمهوری اسلامی یک اهرم فشاره و یک وسیله و ابزاریه که هر دوی اینها، چین و روسیه، بر علیه آمریکا و منافع آمریکا استفاده کردن، میکنن و خواهند کرد. یعنی الان دیگه مشخص داره میشه برای آمریکا، برای ترامپ ابله، که تا زمانی که این رژیم جهنمی وجود داره از این وسیله خدادادی ژی جین پینگ و ولادیمیر پوتین بر علیه آمریکا و منافعش استفاده خواهند کرد.
این مجموعه این 10 خبر باعث داره میشه که زمینه فراهم بشه برای اینکه ترامپ دیگه جلوگیری نکنه از قضیه تغییر رژیم که اسرائیلی‌ها از خداشونه و الان یکی از اون 3 هدف اصلی جنگشونه. 2 هدف اصلی رفع کردن تهدید برنامه هسته‌ای و دومی موشکی و حالا تغییر رژیم. سپاس. پاینده ایران.